سلام بارو بچه، چطورید؟ خیلی خوش برگشتید به کانال فاتال. امیدوارم حالتون عالی باشه و پر از انرژی‌های مثبت باشید. امروز ویدیو جدید، مثلا من فقط ویدیوها ایده های خوب و ویدیوهای جدیدی واسه شما میارم که یکم اطلاعات عمومی جهانیتون بره بالا. دوستان امروز می‌خوایم بریم عجیب ترین و رکورددارترین جاده های جهان رو با هم دیگه ببینیم. مثلا ببینیم چه خبره تو دنیا، چه جاده هایی وجود داره، نمیدونم سرما، گرما، پرشیب، بلند، کوچیک، مثلا ببینیم چه خبره آقا بدون معطلی. خوشحال میشم بچه‌ها کانال رو اگه سابسکرایب کنید، این ویدیو رو اگه خوشتون اومد حتما لایکش کنید و نظرتون رو تو کامنت واسم بنویسید. بریم بدون معطلی سراغ ویدیو. Let's go. خب شروع کنیم با اولین جاده. بلندترین جاده ممتد جهان بچه‌ها متعلق میشه به کشور استرالیا با 9000 مایل طول این جاده. یا اول فکر کن تو این جاده رو می‌خوای مستقیم همش بری، دهنت سرویس نمیشه؟ چرا 100% سرویس میشه. شماره 2 مستقیم ترین جاده جهان متعلق میشه به کشور عربستان سعودی با 149 مایل طول این جاده. هم خدایی زیاد بکن مستقیم دیگه واقعا خستت میکنه. پدرت میری نرفتی. کجا داریم میریم؟ به کجا چنین شتابان؟ شماره 3 بچه‌ها پیشترین جاده جهان متعلق میشه به کشور سان فرانسیسکو، کشور یا شهر نمیدونم، که 1440 درجه پیش داره این جاده به طول 400 متر. 400 متر یا اول همش این بر اونور دهنت سرویس میشه. شماره 4 مرتفع ترین جاده جهانم بچه‌ها متعلق میشه به کشور بولیوی. بلندی تقریبی این جاده 5790 متره. یا خدا، میخوای بری کجا؟ مگه این جاده رو نباید بری دوستان؟ سردترین جاده، اصلا ببین چی آوردم واسهتون. سردترین جاده جهانم من واسه شما آوردم. سردترین جاده هم میشه بچه‌ها متعلق میشه به جاده استخوان‌های خیابان 56 روسیه. پایین ترین دمای ثبت شده در این جاده 67 درجه سانتیگراد. هیچ نمیشه، فقط استخوانات یخ میزنه. شماره 6 قدیمی ترین جاده جهان متعلق میشه به کشور ایتالیا. این جاده بچه‌ها به 312 سال گذشته از میلاد مسیح برمیگرده. ببین اوه یا اول فرض چقدر زیاد شد. پشم‌هایم. شماره 7 طولانی ترین جاده تونلی هم متعلق میشه. چقدر گفتم متعلق میشه به کشور نروژ به طول 19 مایل. بابا اینم زیاده، بسا دهنم سرویس. عریض‌ترین جاده جهان هم داریم فکر کن که در کشور برزیل بچه‌ها به عرض 250 متر. یا خدا چه حالی میده تو این کشور لایق کشیده. شماره 9 عمیق ترین جاده تونلی هم متعلق میشه به کشور نروژ که 287 متر پایین‌تر از آب دریاست. اوه یکم خوف داره. نه خدایی یکم ترسناکه جوری واسه من حداقل. خیلی با این لامصب. طولانی ترین جاده بر روی پلم مال کشور بانکوکه که 33 مایل طول این جاده است. این هم باید بری عشق و حال کنی با این جاده. روی بالایی ها کلا آدم باید کیف کنه هر جاده‌ای که بالاه. مرتفع ترین جاده روی پلم متعلق میشه به کشور فرانسه به بلندی 244 متر. اصلا این چیزی نیست که در بلندترین قسمت این کشور ساخته شده. یا اول پس چه خبر رو دادی جاده ها. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اصلا این جاده ها رو برید بچه‌ها عشق و حال کنید با این جاده ها، مثلا با مرتفع ترینشون به نظرم، مثلا اون استخونه که اون استخوناتو میتره کن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون تو کامنت واسم بنویسید. کانال رو یاد نره سابسکرایب کنید. تا ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا پیس.